деҳаи кадучии ноҳияи восеъ дар баробари дигар маҳаллаҳо ва шаҳру деҳоти мамлакат дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон давра ба давра ободу зебо гардида истодааст. таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгарди ноҳияи восеъ ховалин ки аз маркази деҳа мегузарад дар беҳтар шудани инфраструктури он мусоидат намуд. ба муносибати истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди деҳа бунёди як қатор иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون علی جامجگی میرزا علی ویسف 20 انشاءات با نقشه گرفته شده است که در سال 2024 4 انشاءاتش به استفاده داده شده است. تا ماه اخیر ما تصمیم گرفتیم که باز 4 انشاءات دیگر را استفاده دهیم. ساکنان محلی رشد و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف و به تدریج وسعت یافتن تدبیرهای آبادانی و سازندگی‌ها را در کشور و حدود دهه‌های کدوچی که بهر بلند برداشتن سطح نیکواخلاقی مردم روانه گردیده است، ثمره پایداری استقلالیت دولتی و نتیجه سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عنوان می‌کنند. بنیاد راه‌های محلی یکی از سمت‌های افزایش‌یابی سیاست دولتی راهسازی و رشد دهات به حساب می‌رود. برای همین در مرحله اولی سپارش‌های سروای دولت قرار دارد. ما سپاسگزار از اون هستیم که این سیاست خیلی رشد کرده شده است و راه‌های دهه خیلی پیش می‌روند. امروز کارهای آبادانی در سطح نهایت بلند و بسیار با یک ذوق و شوق به همتا ادامه دارد. در دهه‌های کدوچی راه‌های محلی سال‌های زیاد در حالت تعمیرطلب بود و برای رفت و آمد ساکنان مشکلات ایجاد می‌کرد. بعد تعمیر و سنگ‌فرش‌کنی راه در موضع دشت دلی با جلب متخصصان و تکنیک‌های راهسازی منفرش‌کنی 1 کیلومتر راه را آغاز نموده در این سمت کارها ادامه دارد. در زیر سیاست بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان ما ساکنان دهه‌های کدوچی مقصد داشتیم که در آبادی محله زیست خود سهم خود را گذاریم. در آینده همین کارها را ادامه میدهیم. صاحبکاران و ساکنان محلی جهت بنیاد انشاءات گوناگون و آبادانی و سازندگی‌های دهه سهم نظررس دارند. در زمینه استقبال از جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی شخصان سخاوتمند مبلغ صرف حج را در بنیاد انشاءات‌ها از قبیل تعمیر و از نوسازی راه‌های محلی استفاده نموده تشبث نظررس و نمونوی نشان دادند. باعث خوشنودی است که در کارهای آبادانی و بنیادکاری جوانان نیز خیلی فعالند و کوشش می‌نمایند در بنیاد راه و پل‌ها و دیگر انشاءات تعییناتی گوناگون تشبثکار باشند. اقدام مذکور از احساس بلندی وطندوستی جوانان و جانبداری آنها از سیاست سازنده حکومت کشور بشارت می‌دهد. امروز ها ما جوانان با یک نیروی جوانمردی و پیروی از سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت کارهای آبادکاری و سازندگی و بلند برداشتن سطح نیکواهلی ساکنان یک زمره کارها را به انجام رسانیدیم. از جمله زیاده از 1 کیلومتر منفرش نمودن راه‌ها و تامین نمودن راه‌ها با چراغ‌های روشنکنی و پیوست نمودن قبرهای آبگذر، همزمان قبرهای آب تعمیر کنی و مناره آبی که زیاده از 25 تن است ساخته به استفاده دادیم و ما خوشحال از آنیم که ذره باشد هم به دولت و ملت خویش خدمت میکنیم و باز در آینده نیت داریم که چنین کارها را زیاد نماییم. منفرش‌کنی راه‌های محلی که با حشر دسته‌جمعانه ساکنان و جلب تکنیک و مکانیزم‌های ضروری راهسازی جریان دارد، صفت کار ساختمانی جوابگو به طلبات زمان معاصر نقشه‌گذاری شده. آبراه‌های بتونی و چراغان برای روشن‌نمایی نیز وصل و نصب کرده می‌شوند. همچنین از دو جانب راه شناندن نهالان همیشه سبز و آرایشی و سبزکاری‌ها در نظر داشته شده است. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی منفرش‌کنی بیش از 20 کیلومتر راه‌های اتومبیلگرد محلی دیگر نقشه‌گذاری گردیده است. محمد بازار عالم افروزی تقوی مراد ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی خبر.